سرجمش میبینه همین سران سه قوه دخیل بودن در این برخوردها. اگه میخواید به کشته شدن بچه‌تون اعتراض کنید، از خود قاتل اجازه بگیرید برای اعتراض، از خود همون کسانی که مرتکب این قتل‌ها شدن باید اجازه بگیرید برای اعتراض و کشته شدن بچه‌تون. وقتمون تموم. این خنده‌داره و این رو من عرض کنم. ببینید تا اگر ما بخوایم اینجوری کار، مردم منتظر اجازه ما برای شما پا روی گلوی مردم میگذاری، دست تو جیبشون بردی، سفرهشو کوچیک کردی، هر سه قوتون پا رو گلوش گذاشتی داره خفه میشه، نمیتونی این آدم منتظر اجازه شما نمیمونه. اگر شما جلوش وایستی طوفانی را میندازه که شما رو بسیار ممنونم خواهد